جهان از چه ساخته شده؟ این بزرگترین پرسش فلسفی در روزگاران اولیه تولد فلسفه بوده. پرسشی به بزرگی کائنات و پاسخ آناکسیمندس، سومین فیلسوف تاریخ، هوا. پاسخی عجیب. من امیر لطیفی هستم و پیشنهاد میکنم در مورد آناکسیمندس زود قضاوت نکنید. در ادامه براتون میگم چرا این پاسخ درخشان بوده و آناکسیمندس چطور فلسفه رو یک قدم رو به جلو برده. آناکسیمندس قرن ششم پیش از میلاد در میلتوس، شهری یونانی در ترکیه امروزی به دنیا آمدی. شهری که پیش از این دو فیلسوف داشته که در موردشون حرف زدیم، تالس و آناکسیمندر. هر سه این عالمان میلتوسی طبیعتگرا نامیده میشن به دو دلیل. یک، سوالشون در مورد طبیعت بوده، جهان از چه ساخته شده، و دو، پاسخ رو در همین جهان در میان امور طبیعی و ملموس و فیزیکی جستجو می‌کردند. حواسمون باشه تاریخ فلسفه رو نمیشه تیکه تیکه و بریده تعریف کرد. یعنی نمیتونیم بریم سراغ یه فیلسوف یا یک ایده مشخص بدون اینکه به پس و پیشش اشاره کنیم. فلسفه یک گفتگوی مداوم در طول تاریخه. هیچ کسی از صفر شروع نکرده. هیچ تک چیزی رو در فلسفه نمیشه به تنهایی فهمید. ما مجبوریم همیشه به گذشته نگاهی و به آینده نیم نگاهی داشته باشیم تا حال رو خوب بفهمیم. با این مقدمه باید بگم که آناکسیمندس مثل دو فیلسوف پیش از خودش وحدتگرا بود. یعنی چی؟ یعنی در جستجوی چیز واحد بوده که با اون بتونه همه چیز رو توضیح بده، چیزی که منشأ و عنصر جهانه. یونانیان به این عنصر نخستین که جهان از اون ساخته شده میگفتند آرخه. تالس پیش از همه مدعی شد که آرخه آبه، یعنی جهان از آب ساخته شده. آناکسیمندر مخالف بود و گفت این شدنی نیست. به باور یونانیان جهان از 4 عنصر ساخته شده: آب، هوا، خاک، آتش، و هیچ کدوم از این عناصر نمیتونن منبع پدید آمدن 3 عنصر دیگه باشن، چون اینا با هم ناسازگارن به طرق مختلف. مثلا آب آتش رو خاموش میکنه، یا آتش آب رو بخار میکنه، یا هوا به سمت بالا متمایله و خاک به سمت پایین و غیره. پس آناکسیمندر یه قدم به پیش رفت و مدعی شد که جهان از چیز دیگه ای ساخته شده به جز اینها، عنصری به نام بیکران که هیچ خصوصیت و محدودیتی نداره و از دلش عناصر 4گانه بیرون آمدند و بعد جهان ساخته شده. اینا رو گفتیم که برسیم به این نکته. آناکسیمندر با این انتخاب، با انتخاب عنصری که با دیگر عناصر در تضاد نیست، گویی یک قدم پیش رفته بود و حالا آناکسیمندس با برگشت به عناصر 4گانه و انتخاب هوا به عنوان عنصر سازنده جهان، آرخه، ظاهراً یک قدم پس رفته. اگر آناکسیمندس همینجا متوقف شده بود، این اتهام واپسگرایی منصفانه می بود. اما برای این انتخاب دلایلی آورد و سعی کرد توضیح بده که جهان چطور از هوا پدید آمده. این دلایل و توضیحات از نظر قوت و دقت و طبیعی بودنشون در تاریخ فلسفه نو بودن. پیش از او تالس که آب رو انتخاب کرده بود برای انتخابش توجیهی نداشت، یا اگر داشت به دست ما نرسیده. آناکسیمندر هم به همین توضیح بسنده کرده بود که در نتیجه حرکتی دورانی در آغاز جهان عناصر 4گانه از بیکران خارج شدند. در مقابل توضیحات آناکسیمندس موجه‌تر و باورپذیرتره. آناکسیمندس تبدیل هوا به چیزهای دیگر رو با 2 فرایند کاملا ملموس و معقول و فیزیکی توضیح میده: رقیق شدن و غلیظ شدن. سیمپلیکیوس از اخلاف یونانی آناکسیمندس در این باره نوشت: هوا با رقیق شدن و غلیظ شدن به صورت جواهر مختلف در می آید. اگر رقیق شود آتش می گردد و اگر غلیظ شود اول باد، سپس ابر، و چون بیشتر غلیظ شود آب، سپس خاک و سنگ. هر چیز دیگر از اینها تشکیل می گردد.
آناکسیمندس معتقد به حرکتی ازلی ابدی بود و میگفت همین حرکتی که تغییرات رو ممکن میکنه. اگر هوا بی حرکت و ثابت بود، غلیظ شدن و رقیق شدنی رخ نمیداد. به سبب حرکتی که در جریان هوا در مسیرش جای رقیق و جای غلیظ میشه و چیزهای دیگه ازش پدید میان. توجه کنید که من اصرار دارم نگم چیزهای دیگه به وجود میاد، چون چیزی به وجود نمیاد. همه چیز از اول موجود بوده، فقط تغییر میکنه و به شکل‌های گوناگون در میاد. اولین قسمت گفتم آناکسیمندس جریان اندیشه رو یه قدم به پیش برد. اینجا توضیح میدم چطور. آناکسیمندس نخستین کسیه که تفاوت‌های کیفی رو به منشأ مشترکی در تفاوت‌های کمی تحویل میده. یعنی مدعیه که دو چیزی که خصوصیات و کیفیات متفاوتی دارن، تفاوتشون به سادگی میتونه نتیجه تفاوت در یه میزان، عدد یا کمیت چیزی باشه. مثلا هوا و آب گرچه کیفیات به کل متفاوتی دارن، یکی رو تنفس میکنیم، در اون یکی غرق میشیم، یکی گاز، دیگری مایع، اینها به این معنی نیست که این دو به کل چیزهای متفاوتی هستن. هوا و آب از یه جنس هستن، فقط کمیتشون باعث تفاوت‌های کیفی شده. آب همون هواست در یک کمیت بیشتری در یک فضای محدود. در حقیقت همون هواست به شکل فشرده‌تر، یعنی با چگالی بالاتر. آتش هم همون هواست وقتی کمیتش، فشردگیش، چگالیش خیلی کم میشه. خاک هم همون هواست وقتی میزان خیلی زیادی ازش در یک حجم مشخص محدود شده. و این اصلاً امر پیش و پا افتاده نیست و معنیش اینه تنها با شمردن و اندازه‌گیری میشه کیفیات چیزها رو حدس زد. دو مثال امروزی بیارم. هیدروژن و اکسیژن دو عنصرن با کیفیات بسیار متفاوت. هیدروژن سبکترین عنصر و اشتعالزاست و اکسیژن عزیز قابل تنفسه. این تفاوت‌های پررنگ کیفی حاصل تفاوتی در کمیت هستند. حاصل تفاوت در کمیت یعنی تعداد پروتون‌ها، همون که بهش میگیم عدد اتمی. هیدروژن 1 پروتون داره، عدد اتمیش 1، و اکسیژن 8 پروتون، عدد اتمیش 8. پس چی شد؟ ما تفاوت کیفی این دو رو تحویل دادیم، یعنی مربوط دونستیم به تفاوتشون در کمیت یه چیز مشترک که توی جفتشون پیدا میشه، پروتون ها و تعدادشون. همین. یه نمونه دیگه این آزمایش های خونه، یه سری برگه با یه سری اعداد. متخصص آزمایشگاه کمیت یه چیزهایی رو توی خونتون اندازه میگیره، بعد پزشک بدون اینکه توی کلیه و کبد و باقی اعضا و جوارحتون باشه میتونه کیفیت و وضعیت سلامتتون رو بسنجه. پزشک با این کار کیفیت سلامتتون رو نسبت میده یا حواله میده به کمیت یه چیزهایی در خونتون. اینکه میتونیم با دقت ریاضی چیزهایی رو اندازه بگیریم و از اون طریق به کیفیاتشون پی ببریم یا به عبارتی بشناسیمشون شگفت انگیزه. فیثاغوریان که بعداً بهشون میپردازیم در همین مسیر حرکت کردن، شیفته شمردن اعداد و نسبت‌های عددی شدن و فلسفهشون رو روی عدد بنا کردند. اما چرا آناکسیمندس هوا رو انتخاب کرد؟ احتمالاً چون در همه جا هست، همیشه در حرکت و نسبت به 3 عنصر دیگه آزادانه تر و روانتر حرکت میکنه. آناکسیمندس دلایل دیگه هم داشته برای این انتخاب، دست کم در ناخودآگاهش. یکی دانستن نفس و نفس در میان یونانیان عقیده رایجی بوده. از قدیم تصور می شده که هوایی که تنفس می کنیم به ما حیات می بخشه و نیروی حیات چنان در هوا جاری و حاضره که بادها قدرت آبستن کردن دارن. هومر که قبلا وقتی از اسطوره حرف می زدیم بهش پرداختیم، در ایلیاد میگه اسبهای آشیل یا آخیلس قهرمان جنگ ترا به وسیله خدای باد غربی زاده شدند.
همچنین آمیزش جنسی پرندگان برای خیلی ها مثل امروز جای کنجکاوی داشته و تصور عمومی منجر به این باور شده که پرندگان از طریق فرو بلعیدن نسیم در فصل بهار آبستن میشن. قرنها بعد از هومر، ویرژیل شاعر رومی قرن اول پیش از میلاد هم تصور میکرده اسب‌ها از طریق هوا آبستن میشن، با این تفاوت که هومر بادهای غربی رو در کار میدونسته و ویرژیل بادهای شرقی رو. و جالبه که در شعر فارسی هم در مورد بادی که از شرق میوزه و باد صبا نام گرفته این باور معموله که مسیحاست و زندگی بخشه، چنانکه حافظ در این بیت آشنا مژده میده که نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. به عنوان نکته پایانی اشاره کنم به تبیین کاملا طبیعی رنگین کمون توسط آناکسیمندس. آناکسیمندس میلتوسی تشکیل رنگین کمون رو به تأثیر اشعه خورشید بر هوای به شدت متراکم نسبت میده. بقیه آناکسیمندس تفاوت رنگ‌ها در رنگین کمون حاکی از رطوبت متفاوت در نقاط مختلف ابر یا میزان متغیر گرمایی هست که از خورشید به ابر میرسه. آناکسیمندس رو تحسین خواهید کرد وقتی که بدونید پیش از او رنگین کمون رو از فراورده های الهه تابانی به نام آیریس تصور میکردن که وقتی پیامهای خدایان رو جا به جا میکرد رد رنگین کمونی از خودش به جا میذاره. اینم از آناکسیمندس و حالا مهمترین نکات رو خلاصه میکنم. آناکسیمندس مدعی شد که جهان از هوا پدید اومده، حرکتی در جریانه که باعث رقیق یا غلیظ شدن هوا میشه. از هوای رقیق آتش، از هوای غلیظ آب، از هوای خیلی غلیظ خاک پدید میاد. آناکسیمندس برای توضیح تفاوت‌های کیفی متوسل شد به تفاوت‌های کمی. هوا همه جهان رو فرا گرفته و این از جمله دلایل انتخاب هوا بود. اساطیر هم در این انتخاب مؤثر بودند. یادتون نره با آبونه شدن یا همون سابسکرایب کردن، نظر نوشتن و معرفی این کانال به دیگران به من برای ادامه راه انگیزه بیشتر میدید. لطفاً با دوستانتون ویدیوها رو به اشتراک بذارید و اگر این اولین ویدیو هست که میبینید پیشنهاد میکنم قبلی ها رو هم ببینید. قسمت بعد متفاوت خواهد بود. از فیثاغورس و فیثاغوریان خواهم گفت که به کل خط متفاوتی رو دنبال کردند و رفتن سراغ اعداد. جهان رو به نحو متفاوتی توضیح دادند و از کائنات صدای موسیقی شنیدن و برای سوالهایی که تا اینجا مطرح کردیم جوابهای به کل متفاوتی داشتند.